سازه پرشکوه ورسک چطور در کمتر از 1.5 سال به بهره برداری رسید؟ پل ورسک حدود 90 سال پیش در حد فاصل سالهای 1313 تا 1315 توسط شرکت دانمارکی کامساکس و به دستور رضاشاه پهلوی با هزینه معادل 2,600,000 ریال از محل درآمد حاصل از مالیات قند و شکر ساخته شد. امروز البته با 2,600,000 ریال به جای ساخت پل ورسک نهایتا میتونید 3.5 کیلو قند و شکر بخرید. اجرای پایه بتونی در دامنه دو کوه و اتصال قسمت فوقانی اونها به یکدیگر اولین رویاپردازی برای داشتن پل ورسک بود. وقتی دو پایه بتونی به هم وصل شدن، 6 مجموعه خرپا به همراه قالب قوسی برای اجرای دال قوسی اصلی اجرا شد. در مرحله بعد بلوک‌های بتونی در راستای قالب قوسی از دو طرف چیده شدند تا در نهایت قوس اصلی شکل بگیرد. به منظور کاهش دهان آزاد قوس اصلی، ستون‌های بتونی غیر مسلح در فواصل مشخص روی قوس اصلی پیاده شد تا در نهایت 10 قوس فرعی ایجاد شده بار وارد بر سازه رو به قوس اصلی منتقل کنه. در نهایت بعد از اجرای سازه پل، عملیات روسازی و ریل گذاری انجام شد. بعد از برچیدن قالب قوس‌ها، زمان بهره برداری از پل ورسک فرا رسید. مسیر حرکت قطار قبل و بعد از گذشتن از پل ورسک به این ترتیبه: اول وارد این تونل میشه که اینجا نمای بالای تونل رو هم میتونید ببینید. بعد از روی پل عبور میکنه و بعد از اون با طی کردن سرپانتین های مختلف خودش رو به ارتفاع مورد نظر میرسونه و به مسیرش ادامه میده.